که ما ویدیوهای جالب و خنده‌دار جور میکنیم که باش صبر یک 4 تا وطندار ببینه و ساعتش تیر شود، چون ملک مسافری است، خیلی وطندارا مسافر است، باش ببینه دقیقه ساعتشان تیر شود. اما میگم تا که این کامنت منفی میتین که میگین والا فامیل شما تربیت داره شما را نداده و شما چه قبی شخصیت هستی و شخصیت نداری. قند پدر اگه گپ در شخصیت باشه به خدا قسم از این پدرتم که با شخصیت هستم. اما منظور ما دیگه چیز است. منظور ما میست که یک 4 تا وطندار ما را بخندانیم. اگه ما در قصه کامنت های منفی شما می بودم، در قصه کامنت های منفی شما را سگا می بودم، حال ویدیوهای ما شکر خدای قدر لایک نمی گرفت. همونجا جای پس مانده که شما سی همونجا می ماندیم. شما همونجا باشی فقط باده و دشنام با همه چیزا وقتان ضایع کنی. وقت ویده خوب میفهمین که اصلا ما یک دانه دانم تاویل نگرفتیم. خودتانم خوب میفهمین مثل سگ وارو گم میشین.